شب سال نو میلادی نزدیکه و کنسرت‌های خواننده‌های ترکیه کم کم داره شروع میشه. ولی با دیدن ویدیوی امشب شاید دیگه هیچ وقت دلتون نخواد تو این کنسرت‌ها شرکت بکنین. با سلبی سودا همراه باشید، خبرهای جذابی داریم. شب سال نو میلادی نزدیکه و ترکیه مثل هر سال توی تکاپوئه که بهترین برنامه‌های سرگرم کننده رو برای مردمش اجرا بکنه. خصوصا کنسرت‌های شب سال نو ترکیه که واقعا از لحاظ کیفی و کمی در سطح مطلوبی هستن و تمام رده‌های سنی رو راضی نگه می‌دارن. از کنسرت خواننده‌های قدیمی مثل ابراهیم تاتلیساس و سیبال جان گرفته تا خواننده‌های جوانپسند امروزی مثل مرادباز و سیمگه. ولی خب اونجوری که پیداست همه مردم هم نمیتونن تو این کنسرت‌ها شرکت بکنن و اصطلاحاً جای از ما بهترونه. چرا که خبر رسیده هزینه بلیت یه تعداد از کنسرت‌ها نجومی و غیر قابل هضمه که حسابی سر صدای مردم ترکیه رو درآورده. حالا هزینه بلیت چند تا از مهمترین خواننده‌ها رو میگم که پراتون بریزه. شماره 1 آژدا پکان، اسطوره 78 ساله ترکیه، با اختلاف گرونترین و لوکس ترین کنسرت شب سال نو ترکیه رو به خودش اختصاص داده. مکان برگزاری کنسرت هتل ماریو استانبوله که ردیف‌های جلویی کنسرت آژدا پکان یا همون صندلی‌های VIP با مبلغ 100,000 لیر معادل 220 میلیون تومان به فروش میرسه. خیلی جالبه نه؟ این در حالیه که بلیت کنسرت خواننده مثل ادل خیلی کمتر از این مبالغه. ستاره محبوب بعدی کسی نیست جز سیبل جان. هزینه حضور تو کنسرت این خواننده فوق محبوب نصف هزینه کنسرت آژدا پکانه، یعنی 50,000 لیر، یعنی 110 میلیون تومان، که البته همچنان هزینه زیادی محسوب میشه. ردیف‌های پشتی کنسرت سیبل جان به قیمت 20,000 لیر هست که تا حدودی منصفانه است. البته خواننده‌های مطرح دیگه مثل ابراهیم تاتلیساس یا هولیو افشار کسایی هستن که اسمشون تو لیست گرونترین کنسرت‌های شب سال نو قرار داره، ولی نرخ خرید بلیت اونا گویا هنوز گفته نشده. البته ترکیه یه اقدام جالبی هم تو شب‌های سال نو داره و اونم این که یه سری از خواننده‌ها کنسرت فضای باز رایگان برگزار میکنن تو خیابون و یا مراکز خرید که استقبال فوق‌العاده‌ای ازشون میشه. ولی خب مشخصه که کیفیت کنسرت‌های رایگان در حد مطلوب نیست. حالا شما بگین اگر همین الان 100 میلیون تومان تو حسابتون داشتین، دوست داشتید خرج کنسرت کدوم یکی از این خواننده‌ها بکنین؟